برای سرمایه گذاری به جای اینکه سکه پارسیان بخرید یا طلای کار کرده بخرید یا طلای زینتی به نیت سرمایه گذاری بخرید، بیایید کارخونه طلا بخرید. سهم فزر توی بورس سهم معدن طلاست. این سهم شاخص بورس رشد کنه، این سهم رشد میکنه. طلا رشد کنه، این سهم رشد میکنه. دلار رشد بکنه، این سهم رشد میکنه. یکی از سهم‌های جذابه که شما میتونید این سهم رو خریداری کنید. اگر 3 سال پیش شما 100 میلیون این سهم رو خریده بودید، الان سرمایه شما 400 میلیون شده بود. مزایایی که این سهم داره اینه که سود سالیانه میده این سهم. 2 مالیات نداره. با 500,000 تومان شما میتونید خرید کنید و کارمزدش هم کمه. پس به جایی که برید اون طلاها رو برای سرمایه گذاری بخرید، سهم فزر رو خریداری بکنید.